در نتیجه تیراندازی پیروان حزب ممنوع اسلامی تحریک لبیک پاکستان 4 مأمور پلیس کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. برخورد روز 28 اکتبر در شهر شیخپور صورت گرفت. هزاران نفر از اسلامگرایان از روز جمعه گذشته است که یک شاهراه عظیم پاکستان را بستند و هم طلب دارند که سفیر فرانسه از پاکستان رانده شود و رهبر حزب آنها را آزاد کنند. تظاهرگران از آن عصبانی بودند که در فرانسه کاریکاتورهای حضرت محمد در مجله چارلی هبدو دیگر بار نشر شدند. پلیس پاکستان گفت طرفداران تحریک لبیک که تفنگچه و کلاشنیکوف داشتند به سمت پلیس تیر انداختند. تظاهرات اسلامگرایان در پاکستان چند روز است که ادامه دارد و روز جمعه گذشته 3 افسر پلیس کشته شدند. وزارت امور داخلی امر داد که برای تامین امنیت نیروهای مخصوص سفربر کرده شوند. تظاهرات مذکور سومین تظاهرات عظیم تحریک لبیک از سال 2017 به ضد نشر کاریکاتورهای حضرت محمد است. مجله چارلی هبدو این کاریکاتورها را سال 2006 نشر کرد و سال گذشته نیز دیگر بار روی کاغذ آورد. سبب آغاز محاکمه افراطیانی بود که سال 2015 به دفتر مجله حمله کردند. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت حکومت سعی دارد پیشروی اسلامگرایان را که میخواهند به اسلام آباد بیایند بگیرد.